مصعب ابن عمیر یکی از جوانهای بهترین، یکی از جوانهای boytarین مکه، یکی از جوانهایی که تمام نعمت‌های روی دنیا برایش فراهم کرده بودند. اگر امروز به کوچه براید و من اگر به کوچه برایم و با هر یکی شما سوال دهم که آیا تو مصعب ابن عمیر را میشناسی؟ اکثریت شما خواهید گفت که این کی است؟ بار اول میشنوید و شاید چند نفری ناچیده یافتند که بگویند که بله ما این نام را در کجای شنیدگی هستم لیکن اویدی این نفر معلومات پورا ندارم. یعنی که مصعب ابن عمیر این یکی از صحابگان پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. یک جوانی 15 ساله 15-16 ساله جوان، مادری او تاجر بود، بیزنسمن، خیلی آدمی مرتبه بلند بود، تمام نعمت‌های روی دنیا برایش فراهم کرده شده بود. مصعب همان چیزی که لباس را که میپوشید همین روز یک لباس را دو بار نمیپوشید. شما فکر کنید که یک لباس را دو بار نمیپوشید، دویم بار استفادهش نمیکرد. وقتی که مصعب از کوچه های مکه میگذشت، بعد از آنی که وی از این کوچه گذشت، بوی عطر وی 2-3 ساعت بعد از گذشته رفتن وی باقی میماند و مردم وقتی که به کوچه میبرآمدند از بوی عطر میفهمیدند و میگفتند که از اینجا مصعب گذشته است. بعد چی شد؟ بعد هنگامی که مصعب با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم واخورد و از دین اسلام آگاه شد، با خبر شد، وی اسلام را قبول کرد. و هنگامی که وی اسلام را قبول کرد، مادری او به او میگفت که اگر تو این دین را قبول نمایی و با این آدم پیروی کنی، من همه آن چیزهایی که دارم از تو خواهم گرفت و تو میراث از من یگان چیز نخواهی گرفت. مصعب رضی الله عنه همه این چیزهایی که داشت، همه این نعمتهایی که برایش فراهم کرده شده بود، برای دین اسلام و برای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم عوض کرد. و هنگام روزی که وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم با صحابگان نشسته بودند، مصعب میگذشت و وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم مصعب را دیدند، به صحابگان گفتند که ببینید که عشق خدا و پیامبر او ایمان با این جوان چیکار کرد. جوانی که تمام نعمت‌های دنیا را داشت، جوانی که یک لباس را دوباره استفاده نمی برد. حالا بینید مصعب در چه حالت بود همانده. وقتی که وی از مادر خود برای دین خدا، برای دین اسلام و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از همه نعمت‌ها دست کشید و آمد به سوی مسلمان ها و اسلام را قبول نمود، و دیگر آن لباس‌های بهترینی که می‌پوشید نداشت. در مکه در تابستان، در چله تابستان شما فکر کنید که حرارت 40 درجه 45 درجه گرمی و در تنی وی چی بود؟ پشم گوسفند. در بعض جایها پوستک میگویند، یعنی که پوست گوسفند با همون پشمش همان را میپوشید. لباس وی همان پشم گوسفند بود. شما تصور کنید در گرمی تابستان در مکه 40-45 درجه گرمی. وقتی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم مصعب را به مدینه فرستادند، این یکمین جوانی 15 ساله را به مدینه فرستادند تا اینکه وی رود آنجا به مردم از اسلام نقل کند و مردم را به سوی دین خدا دعوت نماید. و او رفت. وقتی که وی به مدینه آمد، وی شروع کرد به گفتنی و دعوت کردن مردم به اسلام. بعد از 1 سالی که وی در مدینه بود، یگان خانه، یگان حجره نمانده بود که از دین اسلام و از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم خبر نیافته باشد.
تمام شهر مدینه، تمام مسلمان های مدینه در کتاب آخرت مصعب نوشته شدند و ثواب همه آنها را خواهد گرفت. ثواب تمام مدینه در کتاب مصعب نوشته شده است. مصعب رضی الله عنه بعد از 7 سال، همگی 7 سال مسلمان بود و در 7م سال در جنگ احد وفات کرد. وقتی که مسلمان ها به قفا برمیگشتند، دشمنان خدا، دشمنان پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم به مصعب هجوم کردند و او را زخمی کردند و در آنجا مصعب جان به حق سپرد. و حدیث است، در حدیث آمده که وقتی که مصعب رضی الله عنه وفات کرد، آدمان یگان چیز نیافتند، یک برای کفن کردنش یک همین پاره لطه را یافتند که وقتی که سرش را می پوشیدند پایهایش نمایان می شد و وقتی که پایش را می پوشیدند سرش نمایان می شد. بعد آنها آمدند نزد رسول خدا صلی الله علیه وسلم، حادثه را نقل کردند و رسول خدا صلی الله علیه وسلم گفتند که سرش را پوشانید و در بالای پایهایش یگان رستنی را گیرید. همین طور او را گورانیدند. مصعب ابن عمیر را، جوانی که تمام نعمت‌های دنیا را داشت، جوانی که هیچ کمبودی نداشت، ببینید که در کدام حالت از دنیا بوده. مصعب رضی الله عنه یکی از صحابگان پیامبر صلی الله علیه وسلم، این باید باشد قهرمانی ما، این باید باشد نفری که ما با او پیروی خواهیم کرد. البته که با خواست خداوند ما از حیات صحابگان دیگر نیز با شما نقل خواهیم کرد و از شما خواهشم این است که با برادری مسلم خود باشید و به همین شبکه آبونه شوید و این رالک را و همه دوستان خود روانه نمایید و در ایما دیگر جایها تدلیل کنید تا اینکه همه آگاه شوند و باخبر شوند. خداوند نگهبان هر یکی شما.